از پراکندگی خارج شده و به هم بپیوندند. سعیده هاشمی، BBC. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی از پاریس با ماست. آقای امیر ارجمند، انتظارتون برآورده شد امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از حدود 2 هفته پیش اقتدارگرایان در ایران و همچنین در خارج از کشور به توسط مأمورینشون سعی کردند که همه فعالان جنبش سبز مورد تهدید قرار بدن. بسیاری رو فرا خوندن به بازجویی و تهدیدهای مشخصی رو صورت دادن، خواستن که شهرشون عوض بکنن. از امروز صبح هم ما شاهد بودیم که در شهرهای مختلف و همچنین در تهران اقداماتی رو صورت دادن برای ممانعت از برگزاری راهپیمایی. در کرمانشاه سطح شعارنویسی بسیار خوبی امروز وجود داشته و شهر کاملا بعداً توسط نیروهای انتظامی قرق شده و لباس شخصی ها و همچنین در اصفهان و در شیراز ما شاهد حضور بسیار متراکم لباس شخصی ها و نیروهای لباس شخصی بودیم و همچنین نیروهای انتظامی. در تهران هم از ساعت‌های اول بعد از ظهر شهر حالت کاملا امنیتی به خودش گرفته. تعداد بسیار زیادی نیروی لباس شخصی در نقاط مختلف شهر مستقر شدن. همچنین نیروهای ضد شورش و اولین بار هستش که ما شاهد هستیم نیروهای ضد شورش زن هم وارد معرکه شدن در تمام مسیرهای اتوبوس. خب شما در صحبتاتون از حضور سنگین نیروهای امنیتی گفتید، اما از هواداران خودتون نگفتید. بله، در نقاط مختلف شهر تجمعات صورت گرفته و همچنین درگیری‌های پراکنده محدودی وجود داشته. دیشب هم الله اکبر خوبی گفته شده. آنچه را که مورد نظر ما بود، من فکر می‌کنم در قدم اول تحقق پیدا کرد، این هستش که نشون دادیم جنبش زنده است و اگر طرف مقابل ادعا می‌کنه که جنبش زنده نیست، نیاز به این همه تدابیر امنیتی نداشت و میتونست اجازه بده که مردم بیان بیرون و کسی نباشه. قطعا و یقینا در صورتی که اجازه میدادن مردم بسیار زیادی در خیابون‌ها حاضر می‌شدن و ما فکر می‌کنیم که وظیفه داریم، در حالی که 1 سال پیش رهبران جنبش به خاطر پایمردی و استقامت و قبول آن چیزی که مردم گفته بودن وارد زندان شدن، در زندان شدن و سختی‌های بسیار کشیدن. وظیفه همه ما هستش که این راه رو دنبال بکنیم و این آغاز راه است و ما در هفته‌های آینده که منتهی به انتخابات مجلس خواهد شد انشالله باید که به صورت فعال در صحنه حاضر بشیم، انتخابات فرمایشی و غیر سالم رو افشا بکنیم و انشالله با تدابیری که اتخاذ خواهیم کرد همه مردم دست به دست هم بدن و بتوانند صدای اعتراض رو زنده نگه بدارن و به نظر ما میرسه که این مطالبات هستش که نشون دهنده بقای جنبش سبز هستش. آقای امیر ارجمند، اگر هواداران شما بخوان دست به دست هم بدن، در چند بار اخیری که اعلام کردید برای حضور در خیابان‌ها، اونا موفق نشدن دست به دست هم بدن و شما واقف هستید به مسائل امنیتی ایران و چقدر سنگین هست حضور نیروهای امنیتی. با این وجود باز هم از هواداران جنبش سبز میخواد که به خیابان‌ها برند. منتها اونها بارها ثابت کردند که حاضر نیستن هزینه اون رو بپردازن و برای همین تجمع پراکنده است. پس چرا این فراخوان رو میدید؟ آیا فقط برای نشان دادن حضور امنیتی نیروهای ضد شورش در خیابان؟ نه، تنها برای این مسئله نیست. حضور امنیتی نشون دهنده این هستش که سیستم متوجه این هستش که جنبش سبز کاملا زنده و پایدار هستش. مردم هم در نقاط مختلف تلاش خودشون رو انجام دادن و ما از همونا تشکر میکنیم. به همان میزانی که حاضر پرداخت هزینه شدن ازشون تشکر میکنیم. اما این یک روندی است که باید ادامه پیدا بکنیم. ما باید تلاش خودمون رو بکنیم که وضعیت رو تغییر بدیم. تغییر وضعیت کار ساده‌ای نیست در جو بسیار امنیتی و سنگین که وجود داره، اما ناممکن نیستش. ما باید که متدهای جدید پیدا بکنیم و همچنین بر اون ابتکارات مردم تاکید داشته باشیم. ان شاءالله راه باز میشه و ما به نتیجه میرسیم. باید حاکمیت بدونه که
تظاهرات حق شهروندی همه مردم هست و اگر که از این حق شهروندی در نقاط دیگه دنیا دفاع میکنه باید اول برای مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. اگر که نمیخواد ایران دچار وضعیتی مانند عراق یا افغانستان یا سوریه بشه. این هستش که انتخابات آزاد حق مسلم مردم ایران هست، یک انتخابات سالم بدون نظارت استثبابی، بدون تهدید و ارعاب، بدون استفاده از منابع دولتی، اینو باید فراهم بکنن و این خواسته ابتدایی جنبش سبز هست. ما براش حاضر هستیم که تا اونجایی که لازم هست صبر بکنیم، پایداری بکنیم و هزینه پرداخت بکنیم. آقای امیر ارجمند، چه مدلی رو جنبش سبز داره دنبال میکنه؟ مثلا در دیگر کشورها این استراتژی که شما دارید اتخاذ میکنید کجاها موفق بوده؟ ببینید، همه در هر کشوری که قرار بشه اصلاحات و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز رخ بده، مشکلات اینچنینی وجود داره. در بسیاری از نقاط دنیا حکمرانان سر عقل آمدن و سر وقت سر عقل آمدن و اجازه دادن که مردم در تظاهرات آزادی شرکت بکنن. متاسفانه در ایران ما در مقابل سرسختی حکمرانان قرار داریم و اینکه نمیخواهند سر وقت صدای مردم رو بشنفن و وقتی این صدا رو میشنفن که دیر خواهد شد. تجربه ما تجربه ویژه خاص خودمون هست. البته ما در سایر کشورها هم دیدیم که سالها مردم تلاش کردن برای اینی که به صورت مسالمت آمیز گذار به دموکراسی داشته باشن. در کشور ما ویژگی‌های خاص خودش داره و ما از اون که مدل بسازیم. اردشیر امیر ارجمند